بینندگان خوب شبکه خبر، همینطور که شما اشاره کردید بنده الان در شهرک شهید چمران هستم. ساختمان آوار شده که پشت سر بنده دارید می‌بینید و امدادگران مشغول آواربرداری هستند. یک ساختمان مسکونی 14 طبقه بود که صبحگاه جمعه مورد اصابت موشک قرار گرفته. من آماری که اینجا گرفتم از مسئولین این شهرک حدود 60 نفر از اعضای خانواده‌ای که توی این مجتمع مسکونی بودن شهید شدن. 38 نفر دیروز از این پیکر شهدا خارج شده. حدود 20 کودک توی این حالا ساختمان 14 طبقه‌ای که پشت سر بنده می‌بینید شهید شدن که 10 تا کودک هنوز زیر آوار هستند و تعدادی از این کودکان نوزادان 6 ماهه 9 ماهه هستند. من از همکار تصویرم خواهش می‌کنم بیاد همراه من اینجا یک سری از لوازم این بچه‌ها اینجا هست که من نشون بدم. اینجا لباس یک نوزادی هست که این لباس به خون آغشته شده و اینجا هست و همچنان به دنبال پیدا کردن پیکر این کودک هستن. عکس‌های اینجا هست. اینجا اسباب بازی بچه‌ها، نوزاد یک کودک 20 ماهه عکسشون هست. لباس دختر بچه‌هایی هست که لباس‌هاشون هست اما پیکرهاشون هنوز پیدا نشده و زیر آواره و امدادگرا دارن تلاش میکنن که این پیکرها رو پیدا بکنن. اینجا دوچرخه بازی بچه‌ها، یک تعداد عکس دخترهایی که شما اینجا دارید میبینید، عکس یک دختر با خواهر کوچیکش، عکس نوزادان کوچکی که شما اینجا دارید میبینید. اینجا کتاب‌های درسی بچه‌ها رو اگر همکارم نشون بده، همه این وسایل از زیر این آوار این ساختمون خارج شده و امداد رسانی همچنان ادامه داره تا انشالله پیکر سایر شهدا هم از زیر آوار انشالله امروز خارج بشه.